بابا من چقدر خشاب داری آخه تو؟ بابا وای. حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا که هستید فوق العاده باشید و روزتون رو خیلی خیلی خوب پشت سر گذاشته باشید. امیر پرشن هستم. چه گیم پلی که امروز داریم با استفاده از یکی از رومخترین گانه‌های بازی بدون شک، مخصوصا داخل آلکاتراز، چون اکثر درگیر رو از راه نزدیکی گان فنیک. اگر کسی جلوتون باشه که تقریبا دقت خوبی داشته باشه تو شلیک کردنش و شاتاشو میس نده این ور نظر نه از راه نزدیک شد، تقریبا صفر شانستون واسه اینکه بتونید جلوی فنیک زنده بمونید، مخصوصا اگه دیدیم کاستومایز کرده باشید. تو این دو سه روزی که آلکاتراز هست میتونید باید استفاده کنید و عشقش رو ببرید، چون فکر کنم 3 روز دیگه متاسفانه آلکاتراز میره. اتچمنتی واسه فنیک هم پیشنهاد میکنم، مخصوص فایر این اتچمنت رو دارم گیم پلی ببینید دوست داشته باشید. ما هم مثل همیشه حمایت کنید. دمتون گرم، مواظب خودتون باشید. فعلا. خب به به این ست زیبا برو بریم. چه اونا اینقدر دارن زودتر ما میرسن؟ یعنی چی؟ همه رسیدن لوت کردن. زیر من رو نگاه کن چقدر شروع. صدای طرف تو پلیر بودی؟ مینی گودزلا؟ یه چی کارم کردی بلا؟ عجب. ریوایویر رو کیل من رو دزدید. بی تربیت. نه ندزدید. من تو قضاوت کردم عزیزم. کی داره منو میزنه؟ چقدر شلوغه اینجا نگاه کن. بچه بیایید سمت چادرها واقعا شلوغه. این میتونید بریم. بنده خدا کم کرده بود که یاراش بیان. متاسفم عزیزم. چند نفر پشت این خونه سفیدن. آرمر اضافی ببردیم خیلی پوشم.
سب کن من بیام. اوکی برو بریم. نه این بات بود، پلیر رفت تو خونه. اینجاست. زدمش. یکی دیگه هم توه. اوکی من جمع میکنم. بیا کاور کن. دو نفر تو خونه. بالاخره دراب بگیرم من بعد نیم ساعت. ایش ریوایو شد. بات ولشون، خود برو بزنش. من طرف تو رو که نگفتم که، طرف خودم گفتم بات. زدمش. اوه کجا داری میزن؟ وای یکیشون کمپه. من هر سه میخوام میانجی رد شم من دمیج میکنه. اصلا نمیدونم کجاست. بالاست بالا. دیدمش. زدم. بچه یکی اون بالا خونه ها کم کرده، میتونید ببینیدش. من اصلا دید ندارم. اینجاست. زدم. اینجاها کمپ کرد، نمیدونم کجاست. تو ساختمون نشسته. آها دیدمش رو پشت اونه. از نیم ساعت اون بالاست. ای وای نه. هی سبک بازی طرف اومد پایین. سیوسون برسه شد. یکی دیگه با اومد. نه اون کمپر مونده، هم بالاست طرف. بزن اینه بزنمش. پر رو شد بسام. سب کن علی جان عزیزم. گورت کنده است. نه مرسی دارم. مرسی دراب گرفتم. دیدمش رو پلاس. چی شد؟ آها اینه. بمیر دیگه بابا، دقت من نگاه کن. مرسی.